من میترسم که اسرائیلیا بعد از حزب الله، بعد از حماس، بعد از حوثی‌ها بیان به سر وقت ما. من بعید نمیدونم که بیان به سر وقت ما اسرائیلیا. امیدوارم اشتباه بکنم. از پادگان تل‌آویو بیان دیگه، از تل‌آویو، از هر جا که شما میگید. اما جمهوری اسلامی میداند که این گفته صادق زیبا کلام که خیلی ها بهش میخندن که اگر با اسرائیل ما درگیری پیدا بکنیم و آمریکا یه تیر چراغ برق در ایران سالم نمیمونه، من همینجوری که دارم عربستان نگاه میکنم، من همینجوری که دارم قطر نگاه میکنم، من همینجوری که دارم امارات نگاه میکنم، من همینجوری که حتی عراق رو دارم نگاه میکنم، اردن رو نگاه میکنم، اگه اسرائیل ما رو بزنه، من معتقدم این عربا رو شمون بر میکنن میگن چی شده؟ چی کار کرده اسرائیل؟ نه بابا شایعه است. ایران هم آقای دکتر نمیان. مطلقا قرارم برای نبود اصلا. دیگه حالا مگه آقای دکتر روس هم نمیان، چینی هم نمیان. یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه. کی گفته آقای دکتر اینا؟ بر اساس کدام امیدوارم من اشتباه بکنم. امیدوارم امیدوارم من اشتباه بکنم. اما سال